اگر رئیس جمهوری آمریکا میدونست که قرار است جمهوری اسلامی حمله کند، چرا کاخ سفید رو ول کرد رفت دلاویر در خونه ییلاقیش؟ در این بیانیه‌ای که کاخ سفید منتشر کرده است، در جملهش میگوید فردا ما برمیگردیم با تیم امنیت ملیمون و اون وقت میریم با سران گروه 7 بررسی خواهیم کرد. فردا، یعنی به قول اسکارلت اوهارا در برباد رفته، فردا بهش فکر میکنیم. این مشکلی که الان وجود دارد، در واقع معنی جمله‌ای که CNN گفته است این است: اگر اسرائیل میخواد به ایران حمله کند، اول باید بیاد از بزرگترش اجازه بگیرد. این خیلی صحبت سنجیده‌ای نیست که در واقع نشون بدهند که قرار است که اگر امریکا باهاش در این مورد با یک کشوری که متحد آمریکاست و داره واضحاً از طرف یک کشوری که دشمن است حمله میشه بهش، درست چند ساعت پس از اینکه این حمله صورت میگیره ناگهان هلش بدن زیر اتوبوس یا زیر پاشو خالی بکنن. و به نظر میآید که کاخ سفید دارد دست و پا میزند برای اینکه هر چقدر میتواند جلوی گسترش درگیری ها رو بگیرد، حتی اگر در مطبوعات اینجوری تعبیر بشود که در واقع پشت متحدشون نایستادند. گزارش NBC یک انفجار هست اصلا، یعنی واقعا این چیزهایی که NBC در این گزارش نوشته است به نقل از منابعی که در داخل کاخ سفید هستند، حرفایی که دولت بایدن راجع به دولت نتانیاهو زده است، بی سابقه میشه گفت، اگر نباشه کم سابقه است. بخشیش همین صحبتی که شما اشاره کردید، چند ساعت نگذشته است از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل که الان مقامات آمریکایی میگویند جو بایدن نگران این هست که بنجامین نتانیاهو آمریکا رو درگیر یک جنگ منطقه‌ای دیگر بکند. و واضحاً الان یواش یواش ما می‌بینیم درست چند ساعت پس از اینکه این درگیری داره اتفاق میفته، دولت بایدن سعی میکنه فاصله خودش با دولت نتانیاهو نشون بدهد. یکی از مقامات پنتاگون به NBC گفته است اسرائیلی‌ها بعضی وقتا استراتژی ندارند، که اصلا همچین چیزی حتی اگر واقعیت هم داشته باشد، از دو کشوری که با همدیگه ادعا میکنن دوست هستن و متحد هستن، اینکه اینجوری بیان توی مطبوعات همدیگه رو ضایع بکنن اصلا سابقه ندارد. و الان یواش یواش با این اخباری که بیرون دارد میآید از نگرانی هایی که کاخ سفید دارد، اینکه به اسرائیلی ها میگویند شما این داستان رو پیروزی تلقی کن، یعنی فیصله بده، قال قضیه رو بکن. چرا دولت بایدن داره اینقدر فشار میآورد به اسرائیل؟ چرا در طول این چند مدتی که فشار میآورد به اسرائیل ما حتی یک بار نمیبینیم که به جمهوری اسلامی فشار بیاورن یا تهدیدش کنن؟